سلام، وقت شما بخیر باشه. به کانال نظام معترض خوش اومدید. میخوایم در مورد یک پرونده جدید صحبت کنیم و قصه یک کودتای 12 روزه رو براتون بگم. کودتایی که به جنگ 12 روزه بیشتر در رسانه ها مطرح شده، اما من میخوام بهتون بگم که نه، یک کودتای 12 روزه بوده برای از بین بردن نیروهایی که در واقع مزاحم بودن برای یک جریانی که قرار بوده در 46 سال گذشته اهدافی رو محقق کنه و این نیروها مزاحم بودن و اجازه این کار رو نمیدادن. پس این کودتای 12 روزه یک عقبه 46 ساله داره با پیوست‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی. و اگه شما مثل من در ایران زندگی میکنید و مسائلی مثل کمبود آب و برق و اینترنت ذهن شما رو درگیر کرده، یا در خصوص اتفاقاتی که در برجام داره اتفاق میفته و مکانیزم ماشه‌ای که در 10 سال گذشته خبری ازش نبود و یک دفعه در 3 ماه آخر این قرارداد ننگین مشخص میشه که یک فردی مثل فرانچسکو مکانیزم ماشه رو درون این قرارداد گنجونده، پس با من همراه باشید. این پیشنهاد رو کارشناس مالی اتحادیه اروپا آقای بود به اسم فرانچسکو، اگه اشتباه نکنم اسم کوچیکه، فامیلیش هم ایتالیایی بود، یادم نیست، از این فامیلی‌های عجیب غریب. به یه همکار خوب من گفته. میخوام بهتون بگم که این کودتای 12 روزه، پیمان کوروش و تمام اتفاقاتی که در 1 سال گذشته اتفاق افتاده یک قصه 46 ساله داره، اما باید با همدیگه صبورانه این قصه 46 ساله رو بررسی کنیم تا ببینیم که ابعادش چیه، چه جریاناتی رو داشته و چه افرادی در داخل چه جریاناتی بودن و چرا تمام این اتفاقات ناگوار برای مردمی که درون کشوری زندگی میکنن که تمام منابع خوب دنیا یه جورایی اونجا ذخیره شده، مثل منابع فسیلی یا منابع انسانی و غیره، اما تمام اتفاقاتی که داره میفته بیشتر سبب رنج و دشواری مردم هست. پس اگر شما علاقه‌مند هستید به دانستن حقیقت پشت اتفاقات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، با من همراه باشید. تو این قسمت میخوام یک قصه کلی رو براتون بگم و به مرور و در قسمت‌های بعد با داستان‌های دیگه و زیر مجموعه‌های دیگه‌ای که این قصه میتونه داشته باشه با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. Israel and Iran are at war. In Shia Islam specifically, this is about the return of the Mahdi, the 12th Imam. The believers of the 12th Imam believe that Muhammad al-Mahdi went into occultation or disappeared in 874, but that he's still alive and waiting to take over the entire Muslim world. They also believe that you must be proactive in ushering in the 12th Imam, specifically by initiating an apocalypse with the little Satan, which is Israel, and the big Satan, which is the United States. میتونم بگم که نقطه ثقل این قصه از انقلاب سال 57 در واقع بهمن 57 اتفاق میفته و یک جنگ 8 ساله که به مردم ایران تحمیل میشه، مردمی که خب اومده بودن پای کار و نظام قبلی رو دوست نداشتن، ازش تنفر داشتن به سبب ظلم و ستمی که به مردم روا می داشته و قرار بوده که حالا یک حکومتی رو روی کار بیارن که همه چیزش باب طبع خودشون بوده. اما آیا واقعا همه کسایی که در جریانات این انقلاب به قدرت رسیدن همین نیت رو داشتن یا نه؟ میخوام کم و بیش با هم دیگه بررسی کنیم. در واقع از قبل از این انقلاب عده‌ای علم مبارزه خودشون رو به روش‌های متفاوتی تعریف کرده بودن. بعضیا خب کلاً منزوی شده بودن، کتاب می‌نوشتن، از بیهودگی می‌گفتن و از اینکه هیچ راه برون رفتی از این سیاهی حکومت پهلوی وجود نداره. بعضی هم علم مبارزه دیگه‌ای داشتن، مثل علم مبارزه مارکسیسم، سمت مسلحانه کردن مبارزه رفته بودن و جریانات دیگه‌ای هم بودن که با روشنگری، با تبیین، با فهم مشترکی که در دل مردم ایجاد می‌کردن و با جذب قلب مردم سعی می‌کردن که این انقلاب رو رقم بزنن. اما وقتی که این انقلاب رقم می‌خوره، همه جوره همه آدما و جریاناتی که اگر شکل داده بودن یا تشکیلات و شبکه‌ای که داشتن سعی کردن که یک سهم خواهی داشته باشن در قبال این حکومت جدیدی که میخواد پا بگیره. هرچند مردم مشخص بود که دنبال چه چیزی هستن و رهبر انقلاب هم حرف دل مردم رو میزد و مسیر آینده رو مشخص میکرد، اما خب عده‌ای بودن که اعتقادی
به حرف مردم و رهبر مردم نداشتن و تقریبا یکی از این جریانات که میتونیم اسمشو بذاریم مجمع عقلا از دل مجلس دوم شکل گرفت و هدف اولیه‌اش رو جلوگیری از ادامه جنگ تعریف کرد، اما چگونگیش رو به صورت دقیق مشخص نکرد. اما بعدها متوجه شدیم که منظورشون تسلیم شدن در مقابل قدرت غرب بود. مجمع عقلایی که خود هاشمی رفسنجانی تعریف میکنه که وقتی که امام خمینی متوجه این مجمع شد سریع گفتش که این رو جمعش کنید. مجمعی که خودش رو عقل کل در نظر میگرفت و میگفتش که ما عقل جامعه باید باشیم و جلوی کارهایی که حکومت داره انجام میگیره و یه جوری بی عقلی هست رو ما باید بگیریم. اسم قشنگی روی خودشون گذاشتن و اونجوری که خودشون تعریف میکنن 30 و اندی نفر آدم بودن که از مجلس دوم شکل گرفتن. هرچند در ظاهر جمع شدن اما کار خودشون رو ادامه دادن. ماجرای اتفاق افتاد در سالهای 64 و 65 به اسم ماجرای مکفارلین که بیش از 41,000 صفحه سند برای یک نشست و برخاست ساده آمریکایی ها، غربی ها، اسرائیلی ها منتشر کردن و در مورد این صحبت کردن که چه اتفاقاتی در اون جلسه افتاده. که یکی از خبرگزاری ها متن کوتاهی از این مصاحبه رو منتشر کرده و گفته که اون شخصی که مذاکره کرده گفته که ما دنبال این هستیم که اسلام حقیقی رو در جامعه خودمون پیاده کنیم، نه اسلام خمینی رو. ما دنبال این هستیم که جلوی حرکت خمینی رو بگیریم و شما باید به ما کمک کنین. خمینی میخواد انقلابش رو به منطقه و جهان صادر کنه و اگر شما از زور خودتون استفاده کنید و اگر شما دندونهای خودتون رو به خمینی نشون بدید، خمینی عقب نشینی میکنه، دستان شما رو میبوسه و سر جاش میشینه و دیگه دنبال صدور انقلاب نیست. این جریان تا جایی پیش رفت که تونست جام زهر رو به خمینی کبیر بنوشانه. جام زهری که امام خمینی تا قبل از اون مدام تاکید کرده بود که جنگ باید اولویت اول کشور باشه، جنگ باید تمام توان و همت کشور رو به سمت خودش جلب کنه. اذهان خودتون را سر تا سر کشور، اذهان خودشون را همه ملت متوجه به جنگ کنند. اساس این است که ما در اونجا پیروز بشیم. اما شما میبینید در تاریخ 8 ساله جنگ تحمیلی با اینکه در شرایط عادی و در حکومت قبلی حداقل 30% بودجه کشور به بحث نظامیگری اختصاص پیدا کرده بود و جنگ هم اتفاق نیفتاده بود، اما در شرایط جنگی ما حتی 20% از بودجه کشور هم درگیر جنگ نمیشد. تو خاطراتی در این زمینه منتشر شده که سعی میکنیم با همدیگه مرورش کنیم، از اینکه چه صدهایی رو، چه سنگهایی رو در سر راه کسانی که میخواستن زودتر ایران به پیروزی برسه قرار میدادن که ایران در واقع به این پیروزی ها در جنگ دست پیدا نکنه. و حتی وقتی که ایران تونست جایی رو مثل فاو رو بگیره و سعی در پیشروی به سمت بصره داشت، تمام هم و غمشون این بود که جلوی این پیشروی رو بگیرن و با پذیرش قطعنامه 598 و با عدم لحاظ نکاتی که رهبر انقلاب داشت تونستن خودشون رو به جریان اصلی حکومت حقنه کنند و با تمام تلاشایی که کردند تونستن قطعنامه 598 رو به حکومت یه جوری بقبولانند. از اونجا به بعد اینها مصادر اصلی حکومت رو در دست گرفتن. یعنی اگرچه هاشمی رفسنجانی میگفتش که روحانی و جریان مجمع عقلا کنار رفتن و دنبال جلوگیری از جنگ بودند، اما خود موسوی اردبیلی هم تاکید میکنه که خود هاشمی رفسنجانی هم موافق ادامه جنگ نبود و سعی میکرد کسای دیگه ای رو ترغیب کنه تا برن با امام خمینی صحبت کنند، اما امام خمینی هیچ وقت حرفشون رو نمیپذیرفت. و بعد از این جام زهر و قطعنامه 598 بود که امام خمینی هیچگاه هیچ سخنرانی دیگه ای رو انجام نداد و به قول آنچه که نزدیکانش میگن حتی یک لبخند هم بر روی لبانش جاری نشد.
پس این جریان هوادار مذاکره و اون مطالبی که گفتیم الان دیگه مصادر قدرت رو در دست گرفته و دنبال این هستش که بتونه تمام نظریات خودش رو در حکومت جاری و ساری کنه. اما هنوز کسایی بودن که مزاحم انجام کارهاشون هستن و اینها همونجوری که در ماجرای مکفارلین هم اشاره شده بود گفته بودن که باید از ما حمایت کنید تا جلوی جریان مقابل رو بخوایم بگیریم. اما جریان مقابل چه کسانی هستن رو خب بعداً در موردش صحبت میکنیم. اینا کار رو تا جایی بردن که در سال 78 به دنبال حذف رهبری بودند. جریان اصلاحات در سال 78 رفت به سراغ حذف، یعنی گفتش که من میخوام قانون اساسی رو عوض کنم بعد از اینکه انتخابات مجلسی شده بود. معلومه تو حذف شما دیگه اینجا قواعد رئالیستی حاکمه. وقتی شما بقای یک طرف رو تهدید بکنید اونم میاد بقای شما رو تهدید بکنه. اگر نه بین 76 تا 78 واقعا زمینه برای پیشرفت. شما برید ببینید رهبری از کی شکل انداخت. رهبری در سال 78 شکل انداخت. چرا شکل انداختن؟ اما شاید بهترین سندی که میشه از این جریان به دست آورد و نیت اصلیشون رو شناخت همون سندی هستش که در مجله راهبرد، مجله‌ای که ذیل تشخیص مصلحت نظام و در واقع در مرکز مطالعات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام منتشر شد، ادعا کرده بودن که یا دنبال انقلاب اسلامی باید باشیم یا جمهوری اسلامی. اگر دنبال جمهوری اسلامی هستیم پس دیگه انقلاب اسلامی معنایی نداره. پس خود به خود در ذهن شما متبادر میشه که اگر انقلاب اسلامی رو میخوایم بذاریم کنار پس رهبر انقلاب هم نمیخوایم، سپاه پاسداران انقلاب هم نمیخوایم. هر مرکز و هر نهاد و هر سازمانی که پسوند انقلاب اسلامی رو داره دیگه پس موضوعیت نداره. تا اینجا یک شناخت کلی از یکی از جریانات پیدا کردیم، متوجه شدیم که یک جریانی خیلی آرام مصادر قدرت رو به دست گرفت و از همون زمان تا کنون همه کارهاش رو با یک شیوه و سیاق مشخص داره انجام میده. همه کارهاش تکراری است اما با چهره‌های متفاوت و روش‌های متفاوتی سعی در فریب مردم داشته. اما چقدر تونستن مردم رو جذب کنن، اعتماد غربی‌ها رو به دست بیارن و جریان مقابل چه کارهایی تونسته انجام بده و چه زیر جریان‌های دیگه‌ای ایجاد شده و پیمان کوروش که در این چند وقت اخیر هم خیلی ازش شنیدید چه جایگاهی در این جریان داره و سوال اصلیمون که حذف چهره‌های انقلابی که در این کودتای 12 روزه رقم خورده با چه هدفی بوده، اینا رو سعی میکنیم که به مرور در قسمت‌های بعدی در موردش صحبت کنیم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. خدا نگهدارتون.